حاج آقا 313 نفر اسامی رو نوشتن، ثبت شده یا نه هنوز پذیرش هست؟ گفتم برای چی؟ گفت اگه اونا از قبل تعیین شدن ما دیگه نخواهیم اینو، اما اگه تعیین نشدن بریم اصرار کنیم، گریه کنیم، دعا کنیم، عمل کنیم تا برسیم به اون مقام. گفتم من نمیدونم اون 313 نفر لیست پر شده یا نه، ولی اسم شما رو ثبت نمی‌کنم. گوه حاج آقا برای چی آخه؟ باور کنید این گفتگوی بار انجام شده. او برای چی؟ گفتم اسم کسی رو ثبت میکنن که بگی ابن الحسن من کاری ندارم اون 313 نفر لیستشو پر کردی یا نه، اسم من رو باید بنویسی، یکی دیگر رو خط بزن، اسم اون رو مینویسی. که از سر سیری اومدی داری میپرسی؟ نه با تو کاری ندارم. عزم مهمتر از اقدامه. اقدام ممکنه عمرت نکشه، اقدام ممکنه پول نداشته باشی بدی، اقدام ممکنه زورت نرسه، ولی هر یه ذره نیت تو اثر داره در عالم. خدا بها میده. تو دنیا برای نیتت قیمت قائل نیستن. برو پشت شیشه این فروشگاه ماشین بایست، ماشین‌های آخرین مدل، باید خونه خودتو به اضافه 10 تا از فامیلای دیگه خونه هاشون رو بفروشی، یکی اون ماشینا رو بخری. خب نداری بخری، اونجا وایستادی، خوشت میاد از این ماشینه، میان بهت میگن که آقا بفرمایید شما کاری دارید؟ میگی نه دوست داشتم این ماشین رو بخرم. پول داری؟ نه پول که اصلا ندارم. میگن باید بفرمایید. یک ذره برای دوست داشتن ارزش مادی کسی قائل نیست، ولی پیش خدا چی؟ برو پشت فروشگاه عالی ترین سمت‌های معنویش وایسا. خدا میفرماید این بنده من چرا اومده اینجا؟ میگن هیچی نداره دلش ولی میخواد. من بگو بیاد تو. آقا این که چیزی نداره، خدا فرماید فعلا قولنامه رو بنویسیم، ورداره ببره، من خودم بهش میدم. خدا برخوردش اینجوریه با بندش. روز قیامت یوم الحسره نامیده شده، روز حسرت نامیده شده. برای چی؟ برای اینکه هر کسی به اعلی درجات نرسیده باشه خاک رو سر خودش میریزه، میگه میتونستم با همه بیلیاقتی، میتونستم نخواستم. ابلیس یکی از بدبختی هایی که سر ما میاره رفقا یأسه. بابا ما اگه عزم کنیم که دیگه با یه دونه نیت سرباز حضرت ولی عزم نمیشیم. این چی داره میگه؟ اینجوری باشه که همه مفتی میرن بهشت. والا به خدا همینجوریه. اونایی که رفتن بهشت همه همینجوری رفتن. تو حرم امام رضا یه جوونی تحت تأثیر ابلیس بود، اومد از من پرسید، سخنشو ابلیس بر زبانش جاری کرد. گفت آقا چیکار کنیم امام رضا به ما نگاه کنه؟ تو اومدی خونه امام رضا، کی تو رو راه داده؟ مگه میشه امام رضا نگاه نکرده باشه به تو؟ این چه حرفیه میزنی؟ چقدر امام رضا رو بیرحم میدونی زائر؟ ابلیس یکی از بدبختی هایی که سر ما میاره رفقا یأسه. بابا ما اگه عزم کنیم که دیگه با یه دونه نیت سرباز حضرت ولی عزم نمیشیم. چی داره میگه؟ اینجوری باشه که همه مفتی میرن بهشت. والا به خدا همینجوریه. اونایی که رفتن بهشت همه همینجوری رفتن. هر یه ذره نیت تو اثر داره در عالم. راسخون یار همیشه همراه.